مؤسسه دولتی خانه اینترنت بیماری‌های روحی شهر حصار دارای 3 شعبه طبابتی بوده، زیاده از 200 نفر با طبابت فرا گرفته شدند. در اینجا بیماران از تمام شهر و ناحیه‌های مملکت قبول شده طبابت میگیرند و همیشه زیر نظارت دکتران قرار دارند. ماموریت برای گذراندن زمستان امسال از حساب خوجگی یاری رسان گندم و پیاز، کدو، کارتوشکا و شربت‌های میوه ذخیره نموده است. در مؤسسه از روی نقشه زمستان گذرانی 100% با پررگی ذخیره کرده شدگی است. از جمله هیزم، سوزشواری، انگشت سنگ جمع‌آوری کرده شده است و همچنین موادهای خوراکی، ارد، روغن و دیگر موادهای خوراکی جمع‌آوری کرده شده است. برای گذراندن فصل زمستان همه خوابگاه‌ها با گرمی‌دهنده‌های برقی تامین می‌باشند. همچنین پیچ‌های علاوه به واسطه بویلر نصب کرده شده است که می‌توان از سردی‌های سخت استفاده برند. این زمان در حقیقت پیشروی هست، دیگرگونی‌ها هستند. باشنده همچون خانه خود زندگانی کرده ایستاده است. ما کارمندان حرکت می‌کنیم که باشنده هم زیغ نشوند، مثل خودشون رو همچون در نزدیکان خود حس کنند گفته حرکت می‌کنیم. در واقع شخصان امکاناتشان محدود عضو کامل حقوقی جامعه به حساب رفته از تمام امتیازهای مقرر نموده دولت و حکومت باید برخوردار باشند. خوشبختانه در شهر حصار به این مسئله دقت جدی داده می شود. گزارش خورشید علیمون فیروز میرزاєв از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید.